هوای بسیار تخمی. ما اصلا آجه نیست بچه مازندرانیم، هر جا میریم این بارون دنبال ما میاد. بهش میگم بارونیان و کسیان و خیسیان و زدی گایدیان و خار کسه. این چه هواییه بابا؟ خود یه انرژی فورس ماژور بفرستم ببینم میتونم سیستم تهویه اتاق خدا رو بگم که این هوا رو دکمهشو بزنه آفتاب بشه. حتی با این هوا هم حال میکنم. ساعت 9 صبح میرم پیاده روی، بعد میخوام خودم تنهایی برم یه باشگاه پیدا کنم، هر باشگاهی شد برم یه 3 ساعت ورزش بکنم، بعد بیام برم دنبال یه کس خوب علکی. موری داری بلند بشم ببافم، میخوام برم یه جیم پیدا کنم 2-3 ساعت ورزش بکنم، خیلی حالم خوب. چون اومدم یه جیم یه 20 دقیقه خونه پیاده راه بود، اومدم فوسکی پا بزنم. امروز تنهایی داشت، میخوام برای خودم فاز بگیرم حال کنم. ساعت 11 است، میخوام 12 1 2 میخوام 3 ساعت تمرین کنم. میگم آجی این سوشال میدیا خوبی که برای من داشت، من دیگه هر جای دنیا برم یه آشنا هستم میشه. مثلا اینجا اومدم هر جا میرم دیگه آشنا دارم، یعنی هر جایی برم که ایرانی باشه، تو کره مریخ هم برم ایرانی اگه اونجا باشه، کره مریخ شباب میزنین سیگاری رو نزنین سیگاری بریم کره مریخ. آره خیلی فاز میدم. امروز میخوام ورزش کنم، یه 3 ساعت میخوام ورزش کنم. آره این حال کن پای دارم پای داری که حال کن. یه ساعت پا زدم، نیم ساعت شکم، نیم ساعت هم تردمیل روشی، میشه 2 ساعت ورزش. لباس عوض، لباس های تمرین هم میشورم، خوش میکنم، یه چیزی میخورم خودم و خواهی هم. 2 ساعت ورزش کردم آجی، برگردم این یوستان شکم هم ببینه چقدر خوب میشه. نه به کسفر میگم، اشکال مالی نیست. پا زدم هیچی نداشت، تخمی بود آجی. این نسل جدید ایران، همین دهه بچه های 16-17 ساله، چه دختر چه پسر، آبروداری میکنن. میبینیشون پشماتون میریزه، اینقدر خوشتیپ و خوشگل و همشون خفن. این بچه جوان زیر 20 ساله ها تو کوچه های لس آنجلس میتونی خودتو خلاص کنی. خلاص اینقدر قشنگه، هوا خوبه. یه خیابون دارم سوسکی برای خودم قدم میزنم. اومدم این پشت کسی نشد. ورزش کردم میذاره راه برم، ساعت ورزش کردم، لباسامو خونه بشورم و چیزی بخورم و بعدم غروب برم با فک و فامیل کسچرخ.
خیلی حال میکنم پیاده روی، خیلی از خودم راضی هستم. خواستم اینو به شما بگم و تمام سعی منم این است که شما راضی باشین از زندگی. میگم که حالا بلد نیستم بهتون بگم چوری کاسبی کنین، ناموسن بلد نیستم به قرآن مجید. اصلا خودم یه بار دیگه اگه بی پول بشم حاجی اصلا دیگه حال و حوصله ندارم، احتمال داره خودکشی کنم دیگه. همه کار کردم دیگه حاجی، میخوام چیکار کنم؟ همه کسا یه مدلن، هیچ فرقی ندارم. منم فقط درگیر این قضیه هم دیگه ماشین باشینا دلمو زده حقیقتا. ساعت و ماشین و کفش و کیر و قصه خارج بابا چی این کارا. آره چی می‌خواستم بگم یادم رفت. چه هواییه. از خودم خیلی راضیم. سعی کردم فقط ساعت به ساعت دارم زندگی میکنم دیگه، روز به روزم نمیرم. یعنی الان دلم خوشه واسه یه ساعت دیگه، حالا فعلا همین. بعد بزرگترین چیزی که سرمایه منه و من واقعا از ته قلب باهاش حال میکنم اینه که خارشو من گاهیدم. وقتی تنهام، نه که با رفیقام حال میکنم با شما همه رو. من داداش فکر کنم تنها کسی هستم که هر کی میاد جلو من میگه سلام آقا احسان، من میگم چطوری، چه خبر. کسبازیایی که وای چی شد نه اینا از این. اینجا تهرانه برادر، اینجا تhank you. تهران اینجا که بابا جان. ایرانی ها با چی میگیم وضع خرابه فلانه، ما اینجا پس خرجش بر نمیاییم. این هوای خارکوسر یه تنفس $1 خارکوسه تو این شهر. کاسه خارا شده میگفتم دیگه. شما حواستون هست که من از ساعت 9:30 صبح از خونه تا باشگاه نزدیک 3 مایل بود. 2 مایل هم تو باشگاه را رفتم، 5 مایل. 3 تا 5 دقیقه شکم زدم، 15 دقیقه، 1 ساعت هم پا زدم. چی بهتر از این؟ ما داشتم اینو میگفتم دیگه، ساعت به ساعت زندگی میکنم. آره حال و حوصله ندارم حاجی برم یه ذره بالاتر یا پایینتر. الان مثلا میگم برم لباسامو بشونم خوشه، حالا بعدم ببینم چیکار کنم. اینو امتحان کنین حاجی، ساعت به ساعت زندگی کردن و به قرآن مجید حاجی برنامه‌ریزی خار و مغز آدمو میگاد. بعد خود دست تو نیست حاجی که کسی دیگه برات تصمیم میگیره، نیست دست خودت همه چی باشه که. خیلی خیتوزا خیلی. یه دوش گرفتم سلوال، لباسارم الان دیگه دارم میشورم، دیگه تقریبا تمامه. ساعت 2 بعد از ظهر حاجی میخوام بخوابم. هنوزم والا شب نمیدونم رستوران کجا برم و اینا، احتمالا یه جای لوکال برم، یعنی یه جای معمولی برم. فردا شب هنوز برنامه معلوم نیست، احتمالا یه شام میرم بعد میام میخوابم. برنامه زیاده ولی وسع من نمیکشه، وسع مغزی و وسع معنوی و وسع کسه‌ای و وسکسه‌ای. آره سعی میکنم خونه باشم، سعی میکنم انرژی خوب برای دوستان مسیحی و دوستان خارجی بفرستم. من و حاجارت این غذا رو تهیه کردیم برای خودمون، یعنی درست کردم. من سریع میادم این حال کنجی، این همین الان سریع درست کردم، وال شکندم اصلا کف کرد حاجاره. گوهایستان چقدر سریع گفتم دمت گرم دیگه.